50 روز آموزش رایگان اسمارت مانی CHOCH چیه یا چاک. خب ما گفتیم که روند که میدونیم چیه، هر جایی که شکست در جهت خود روند اتفاق بیفته بهش میگیم BOS. یه جایی میرسیم که قیمت میاد آخرین کفی که باعث زده شدن آخرین سقف بوده رو ازش پایینتر میبنده، یعنی پایینتر کلاس میکنه. این تیکه میگیم که قیمت میتونه تغییر ماهیت بده. تغییر ماهیت یا change of character. change of character چیه؟ همون CHOCH مونده که ما این قسمت رو دیگه نمیتونیم BOS در نظر بگیریم و بهش میگیم CHOCH. خب این از این. پس چی شد؟ یک روند صعودی بوده، یه جا اومده آخرین کفی که باعث شکست شده بود کف رو برامون برمی‌داره. خب بهش میگیم CHOCH. بیایم توی همون چارت یورومون و اینجا دوباره بررسی بکنیم. ببینید BOS هامون رو که داشتیم، حالا دیگه همه رو علامت نمیزنم. این BOS مجددا میتونیم بگیم این BOS و اینجا توی این قسمت این آخرین کفمون که باعث ساخته شدن این BOS بعدی شده بود چی میشه؟ زده میشه این قسمت. بهش چی میگیم؟ بهش میگیم CHOCH یا تغییر ماهیت که میتونه بازار از اینجا تغییر ماهیت بده و شروع یک روند نزولی رو برامون رقم بزنه. پیجمون فالو کن، با هم دیگه اسمارت مانی رو جمعش میکنیم.